من səni qəlbimə gizləmişəm, başqasını sevməmişəm və xəyanət etməmişəm. Amma sən ürəyimlə oynamısan, ağır. داداش چرا انقدر سیگار میکشی؟ معلومه خیلی درد داری یا؟ نه داداش، سیگار کشیدن درد نیست، درد اونیه که به خاطر سیگار میکشی. اگه دل تو بونه برو، منم رویامو میبازم. حالا نمیشه بمونی. و دروغ، تو دروغگویی. دروغ میگفتی که چی بشه؟ آدمای دروغگو همیشه بد نیستن. من دروغ میگفتم خوشحالم که خوشحال باشی. دروغ میگفتم که اپیشم نری. دروغ میگفتم که کنارم بمونی. ببینمه مرد که گریه نمی کنم. چرا اتفاقا مرد گریه میکنه؟ مردونیه که گریه کسی رو درد. دروغ میگفتم که گریه درد. محمد تا حالا تو زندگی حسرت چیزی به دلت مونده؟ آره، یه بار که مثل همیشه کنارم نشسته بودی خواستم بگم دوستت دارم، اما نشد. من 7 ساله که تو زندگیم دارم خودم رو لعنت میکنم و حسرت اون روز رو میخورم که شرم کردم و بهت نگفتم دوست دارم. عاشق که بشی لاشی گیرت میاد، لاشی که باشی عاشقت میشن. خوب باشی همه پشتت بد میگن، بد باشی همه باهات خوبن. Onu o kadar çok sevdim ki her sabah kalktığımda onun için kalktım. Saatlerce onun için bekledim. Ondan güç aldım. Ve dediğim gibi gözüm hiçbir şey görmedi. Bu karavanda olanları görmediğim gibi. Şimdi siz karavan ne alaka falan diyeceksiniz. Hemen açıklayayım. Bu karavan Melis'le Kerem'in beni aldattığı karavan. Ya. Evet, onu iyi tanıyın arkadaşlar. Numarasını da not edin. Ya ne yapıyorsun? Lazım olduğunda ararsınız. Onu iyi tanıyın. Gerçekten sevmiş. نگاه که این طولی 3 سال که گپ میزنه مثال ما عیتیه بر نشنویدم. تا مرا دوست میداری یا که نه؟ آخه چی باشه من فکر رو بزنم کنه 3 سال شما قرطون قاب میزنم باش برام معلومه. توز مرا دیگه چی گوته ما چشم برده که دیگه چی فهمیدم. انیق مرا دوست میداری یا خیر؟ ما اول روز شبم تو را ناز نمیدیدم. شما میبینم به دنیا؟ مثال کوچه دامه رفتیم اجدا کس میدید میگو خطی هم دیخته پاره نستی. تو میدونی خطی که پاره ای موافقه بچه عقیب گیرنی بکن دیدی شما چی خیلی دیخته رو اگر تو ما را دوست میداشتی اون در حقیقت اون طرف تا نگاه نمیکرد. دوستش دارید بهش بگید، من بهش نگفتم الان 2 تا بچه دارم. تو عاشق بودی؟ عاشق بودم. مگر بادی ترس وزید؟ نه رئیس، از بحر دوست داشتهت گذشتی. نگذشتم رئیس.
بلبل از بحر گل نمی گذرد. فکر کرده کبسن. چون که در عشق سودا نمی شود. عاشق بودن این خود صفا است. فقط نادان این را حس نمی کند. شش ماه باز من و تو همراهیم. همراه وقت می گذرانیم و ماهیداری می برایم. صحبت می کنیم. ولی یک بار نپرسیدی که تو کی هستی؟ من هیچ پروایی ندارم. من هم مثل تو بودم. از مرده فرق نداشتم. یک جسم بی جان. مقصدی من هم مردن نیست. بیهوده زیستن نمیخواهم. حالا طرف آدم حسابیه؟ آره وضع مالیشون اوکیه. حالا مطمئنی میخوای بری؟ خوب فکرتو کردی؟ آره. اوکی. فقط قبل رفتن دو سری حرفا بهت میزنم. خوب گوشاتو وا کن. ببین میدونی فرق بین من و تو چیه؟ تو میری سمت کسی که پول داشته باشه. من میرم سمت کسی که عاشقم باشه. بالاخره هر کی تو زندگیش میره سمت چیزی که تا الان نداشته. من کسی رو مجبور به موندن نمیکنم. بهترم من پیدا کردی به چسبش. ضمن به اندازه تک تک دوست دارم و یه الکی که بهم گفتی نفرینت میکنم. اری سر تو نالوتی با یه این روزا باید خیانت کنی، دروغ بگی تا دیوونت بشن. باز مثل آفتاب پرست باشی تا دوست داشته باشن. رفیق ساده باشی، با وفا باشی، همیشه تنهایی.